سلام بچه ها جون. الان یک شنبه دیمانش ساعت 9:30 صبح. من به این آقایی که واقعا یک شنبه صبح از خوابش زده و اومده و داره میدوه واقعا افتخار میکنم. من منتظر قطارم، گفتم تا قطارم میرسه یک آپدیتی بهتون بدم از وضعیت زندگیم. دارم میرم پاریس. انقدر هر دفعه‌ای که میرم پاریس نمیدونم واقعا چرا و دلیلش چیه، ولی انقدر هر دفعه استرس و اضطراب زیادی دارم که واقعا بهم خوش نمیگذره. و با اینکه همیشه از بچگی اینجوری بودیم که وای پاریس نمیدونم فلان و بیسار و اینها، ولی پاریس اصلا برای من الان اون شکلی نیست و واقعا وحشتناکه هر دفعه که میرم. و تنها خوشحالیم اینه که اونجا آدم‌های بامزه رو میبینم، که دوستانیم که پاریس زندگی میکنن رو میبینم. و به جز اون خود پاریس هنوز هیچ کاری برای من نکرده و اون رویای فلان و بیسار و اینها رو اصلا بهم نمیده. و انقدر یک فاک برای دادن ندارم که لیترالی پیژامه پوشیدم و اینجوری بودم که خیلی عجیبه فیلم گرفتن در مقابل آدم، مخصوصا آدم های جوونی که میدونی قطعا مسخره و جاجت میکنن. من لیترالی پیژامه پوشیدم و دارم میرم پاریس و واقعا فقط اینجوری بودم که ببین اینقدر از نظر روانی در جای بدی هستم که دیگه واقعا نمیتونم به خودم این فشار رو هم اضافه کنم که وای حالا دارم میرم پاریس خوشگل باشم، فلان چیزو بپوشم، فلان و اینها. یعنی واقعا همین که زنده بمونم و کارهام رو بتونم انجام بدم واقعا برام کافیه و دارم الان میرم و فردام همین موقع ها برمیگردم. لیترالی کمتر از 24 ساعت برای پاریس باشم. واقعا وضعیت زندگی به یک جایی رسیده که از پاریس رفتن خوشحال نیستم و پیژامه میپوشم میرم پاریس و زندگی عجیب. واقعا کی فکرشو میکرد یک سال پیش واقعا آدمی در چنین وضعیتی قرار بگیره. اصلا نمیدونم حتی از نظر روانی میتونم در ادامه روز ولاگ بگیرم یا نه، ولی سعیم رو میکنم که براتون یک سری چیزهایی بگیرم و اینها. و واقعا شما این ویدیو رو سالها بعد از این روز میبینید مطمئنم، ولی نمیدونم لطفاً برام آرزوی موفقیت کنید. دوستتون دارم از خواب میمیرم، میرم تو توس بخوابم. خدافظ. Vous avez des parcs à thème même dans Angers, donc ça vaut le coup de venir voir. Et qui va jusqu'à Saumur, l'Alvé c'est la butte de terre qui protège les...
دوباره به ویدیو یوتیوب سلام کن. توی ویدیو اول یوتیوب هم بودی. سلام. عشق. Guess who's back? Guess who's back? سلام بچه ها جون. کاری که به خاطرش اومده بودم پاریس اصلا خوب پیش نرفت و الان فقط با غصه دارم در پاریس زیر بارون راه میرم و اینطوری هم که کاش حتی بلیط برگشتم زودتر بود و فقط برمیگشتم خونه و توی تختم گریه میکردم. ممنون. معمولی آرایش میکرد و عطرهای معمولی میزد. نیمی از شبهای هفته را با من میگذراند. نمیدانم نصفه دیگر هفته را چطوری میگذراند. کار نوشتن یک آگهی تجارتی برای یک شرکت نرم افزاری کامپیوتری را گرفته بودم که به اصطلاح با گوشهای او برخورد کردم. می از زردوزی‌های ظریف تاب می‌خورد و در عین حال منحنی‌های دیگری که مثل دیواری با نقوش باستانی از افسانه‌های دوران گذشته منقوش بود. مربوط می شود با او صحبت کنم و اگر اشکالی نداشته باشد شام را با هم بخوریم. گفت سلام بچه ها جون. من یک تایم خیلی زیادیه که موهام در این وضعیت موهام خیلی تایم زیادیه که در وضعیت وحشتناکیه، چون که من نمیتونستم تصمیم بگیرم که همچنان مثل 4 سال گذشته خودم کوتاهش کنم یا اینکه برم سلمونی و مدلش رو عوض کنم. و یک تایم خیلی زیادی داشتم هی مدل موهای مختلف سیو میکردم و فلان و اینها، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که پول سیو کردن خیلی در این لحظه مهمتره و تصمیم گرفتم که همچنان خودم موهام رو کوتاه کنم. قراره که با هم موهام رو کوتاه کنیم. ممنونم عزیزم. سلام بچه‌ها. واقعا مستقش زمین امان شستم. داشتن میخوندن چون من میخوندم. مشکل منم. بچه من دوربینم رو اصلا جای سیفی نچسبوندم و حس میکنم هر لحظه ممکنه بیفته و واقعا اگر بیفته به فنا میرم و امیدوارم که این اتفاق نیفته. من یک هفته است تقریبا که یک چیزی خریدم که خیلی هم بهش نیاز داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه خریدمش و همه اینها رو دارم میگم که بدونین حتی مثلا چیزی نبوده که دوستش نداشته باشم یا ذوقشو نداشته باشم یا حتی بهش نیاز نداشته باشم. همه اینها بوده اما واقعا وقت نکردم که بازش کنم و یکی از دلایلش هم این بود که آشپزخونه‌ام خیلی نامرتب بود و البته الانم همچین مرتب نیست، ولی اینجوری بودم که با هم بازش کنیم. در نتیجه من ایران که بودم خیلی معتاد قهوه بودم و واقعا میانگین روزی مثلا 2 الی 3 تا رو راحت میخوردم ریلکس. و بعد از وقتی اومدم اینجا محض رضای این که پول سیف کنم بیرون قهوه نمیخورم. این واقعا مثلا من الان فکر کنم 6 ماه 7 ماهیه که اومدم، حتی دقیق نمیدونم، مثلا شاید 3-4 تا قهوه خوردم کلا. اونم مثلا حالا بیرون بودم با دوستام و اینا و یک چیزی بعد میگرفتم و خب قهوه گرفتم، وگرنه مثلا اینجوری که خودم برم قهوه بخورم و اینها این رو حذف کردم دیگه. به نظرم مثلا یک روشی بود برای اینکه پول سیو کنم. شبیه پسرای تخس 5 ساله شدم.
ولی بامزه است. همه اینها رو توضیح دادم که چی بگم. یادم نیست واقعا. اعتیادم رو زیر پا گذاشتم و بهش نگفتم و بالاخره لحظه موت فرا رسید. واقعا اگر حوصله‌اش رو داشته باشم امیدوارم که از این به بعد هم همیشه قهوه بخورم. اینقدر صبح‌ها با عجله میرم دانشگاه چون اینجوری هم که ببین 5 دقیقه بیشتر هم بخوابم 5 دقیقه است که هیچ وقتی برای چیزهای اضافه ندارم. یعنی مثلا حتی برنامه‌م هم صبح حاضر میکنم و میچینم توی کیفم و آره قشنگ هر روز قمار میکنم با زندگی آکادمیکم سر 5 دقیقه خواب بیشتر. نمیدونم واقعا چرا، یعنی خب فقط 5 دقیقه خواب دیگه، حالا تو 5 دقیقه بیشتر بخوابی اونقدر که سرحالتر یا مثلا چیزتر نخواهی بود. نمیدونم این 5 دقیقه دم صبح چیه. به خاطر همین نمیدونم واقعا الان که قهوه ساز دیگه دارم آیا واقعا به این معنا هست که صبح قبل از دانشگاه قهوه بخورم یا نه، چون که میتونم به جاش بخوام. واقعا ببینیم چی میشه. آخه یک قهوه ساز واقعی دارم، البته اگه نشکنمش. خوشگل ترین قهوه ساز دنیا نیست، اما ارزون ترین و معقول ترین چرا؟ و فکر میکنم که در این لحظه همینه که مهمه. داشتم آنباکسینگ هم تموم شد. فکر میکنم این دفترچه راهنمایی که توش قرار دادن الکی نیست و باید این رو یه نگاهی بندازم ببینم هر چیزی کجاست و اینها. واقعا میخوام ببینم چند دقیقه میتونم نشکونمش. نمیدونم اسم اینا چیه، پورتافیلر. این تیپیکال چیزهایی که توی همه قهوه سازها هست دیگه. سینگل برای سینگل های پیج، بیمزه. آنباکسینگ های خوشگل اینستاگرامی رو دیدین که همه چیز چقدر راحت باز میشه و چقدر خوشگله. اینجا از اون خبرها نیست. اوخی قهوه ساز کوچولو با مزه. باید یک رو بچسبونم که بعدا ازش استفاده کنم. نمیتونم بذارمش الان اینجا که کافی استیشن تور و اینها بشه، ولی حالا کم کم با هم میریم جلو و چیزها رو میچینیم و خوشگل ترش میکنیم. الان فقط احتمالاً یه کوچولو آب بریزم توش، یه دونه شات ازش بگیرم ببینم که چی میشه و بعد منتظر میمونم که دوستم برسه و بعد اگه خواست میتونیم با هم قهوه بخوریم.
امروز یک شنبه است. من خیلی تازگی برگشتم خونه و حدس بزنید کجا بودم. هیچ کس قرار نیست حدس بزنه چون که اصلا کاری نیست که یوزوالی انجام بدم، ولی امروز برای اولین بار رفتم دویدم و سلام به سبک زندگی سالم، زندگی تمیز، ایت گرل استتیک و اینها. امروز برای اولین بار رفتم دویدم و تجربه جالبی بود. پیشنهاد میکنم بهتون. میدونید من یک تایم خیلی زیادیه که اصطلاحاً در نمیدونم واقعا فارسیش چی میشه ولی بدراتینگ هستم و به جز دانشگاه و کار دانشگاه تقریبا داشتم هیچ کار دیگه نمی کردم و از روز اولی که اومدم مثلا توی برنامه بود که حالا تا تایمی که بتونم باشگاه ثبت نام کنم و اینا برم بدوم، ولی خب هی پشت گوش انداخته بودم چون هی وقت نداشتم و مثلا فلان. برای همین بالاخره دیگه امروز رفتم و جالب بود در نهایت. احتمالاً ادامهش بدم، حالا فعلا تا ببینیم چی میشه. شما رو هم در جریان آپدیت هاش خواهم گذاشت. چیزی که هست اینه که اینجا واقعا خیلی میطلبه که آدم بره بدوه، یعنی درسته که یک بخش زیادیش هایپ آدم های دیگه است، همه تو اینستاگرام دارن میدوئن، همه تو یوتیوب دارن میدوئن و مثلا چیزهای این شکلی. ولی خب کلا مثلا من اینجا نزدیک خونم خیلی چیز هست، 2 تا رودخونه خیلی بزرگ نزدیکشه، یک عالمه فضای سبز داره و اینها. برای همین واقعا خیلی مناسبه برای اینکه مثلا آدم بره بدوه. برای همین مثلا من که رفتم بیرون خیلی بامزه بود. خب خیلی آدما رو میدیدم که اونا هم اومده بودن داشتن میدویدن، مثلا هم لبخند میزدیم و فلان و اینها و در کل جالب بود. قطعا باز هم خواهم رفت و خواهم دوید. من در حال حاضر هیچ هدف خاصی از دویدن ندارم، بعدم نمیاد خب اگر مثلا به لاغری و کاهش وزن و اینها هم کمک کنه، ولی همه ویدیوهای یوتیوبی که مثلا قبلش دیدم و اینها همه اینجوری بودن که ببین نه اینطوری نباید دویدن رو شروع کنید، اینجوری بودن که سعی کنید از دویدن لذت ببرید، به عنوان واقعا یک اکتیویتی فان نگاهش کنید، مثلا دیسیپلین روانی توش خیلی مهمه، از اون نظر مثلا بهش نگاه کنین، این که دارین از نظر روانی خودتون رو مثلا رشد میدین و اینها. شروع میکنم ببینم چطور میشه. بعد از اون برگشتم خونه، یک everything shower گرفتم و خیلی واقعا الان حالم خوبه، اما خب تقریبا دارم از گشنگی میمیرم چون که من خیلی دیر از خواب بیدار شدم و واقعا مثل آدم هایی که ساعت 8 صبح بیدار میشن و میرن میدوئن، من هم وقتی از خواب بیدار شدم اولین تسکی که انجام دادم این بود که رفتم دویدم. ولی خب تنها تفاوتش اینه که مثلا من ساعت 2 بعد از ظهر از خواب پا شدم و بعد رفتم دویدم. ولی به هر حال هنوز هم استتیک همونه دیگه، از خواب بیدار شدم و رفتم دویدم. الان باید یک چیزی بخورم و بعدش احتمالاً بشینم و ادامه روز رو ادیت کنم، چون که خیلی وقت ویدیو یوتیوب نذاشتم و فکرم 2 هفته ای میشه و سعی کنم مثلا اگر بتونم، چون به اون صورت کاری ندارم، برای فردا یه ویدیو ادیت کنم که بذارم براتون. این الان چون مثلا امروز رفتم دویدم و اینها حس میکنم خیلی همه چیز باید مثبت پیش بره، مثلا پاشم ژورنال کنم، افرمیشن بنویسم، نمیدونم شم برای خودم روشن کنم و اینها، ولی قرار نیست اصلا اینجوری پیش بره و فکر میکنم استتیک در همین نقطه تموم میشه.
تنگ شده یه ورش. شل کن واسه حرف بزن. یه تایمی کلا عوض شد سیستمم. برای اینکه تجربه رو تو فولست داشته باشم برای خودم پیاز خورد کردم و آب لیمو و سماقم بهش زدم و خیلی خوشحالم بچه ها. اصلا نمیتونین بفهمین چقدر خوشحالم. یعنی